سنگ کیسه صفرا در حدی که درد داره، همین الان میگم پاشو برو جراحی کیسه صفرا رو ببریم از این دور. خدا بی خود خلق کرده این کیسه رو. سرکنگبین موقعی که درد داره 2 لیوان پشت سرم میدیم، دردش که آرام شد میگیم حالا برو خونه‌تون روزی لیوان بخور، 40 روز بعد برو سونوگرافی مجدد بیا. یا سنگ بزرگ شده یا 3-4 تا قطعه شده. اگر بزرگ شده یعنی پوک شده، منبسط شده. چون اگر واقعا بزرگ شده بود دردش باید بیشتر بود، این دردش کمه. اگه اصلا درد نداره بزرگ که شد تا یه حد رسید بعد 3-4 قطعه میشه، بعد ذوب میشه. پس سنگ کیسه صفرا سرکنگبین خوراکی.